و امیدوار هستم که این نه تنها در رشته علوم سیاسی بلکه در رشته‌های دیگر علوم هم یه سنت پایداری بشود. و بالاخره من باز هم از همین انجمن علوم سیاسی و نهادهای پشتیبان که این در واقع همایش فراهم آوردن دوباره تشکر میکنم. حتما خواسته شده که چند تا خاطره بگم، چون دوستان عزیز درباره مسائل مختلف مخصوصا اون قسمتی که مربوط به جنبه‌های علمی زندگی آقای مرحوم دکتر حمید عنایت لازم بود گفتم، ولی من فکر میکنم که چیزهایی دارم که یه خاطره نزدیک است. من درست 10 سال، یعنی از سال 1349 که وارد